باشگاه استقلال اومده یه کار عجیبی کرده، روی لباس تیم والیبالشون هم 2 ستاره زده. یعنی چی؟ والیبالتون هم متخصص آسیاست؟ چون نمیدونم آقا استقلالی‌ها مگه خود شما پرسپولیسی‌ها رو مسخره نمی‌کردید که شما با قهرمانی تو لیگ برتر چرا ستاره زدید؟ خب این کار شما مسخره است دیگه. فرض کنیم والیبال استقلال الان رفت تو آسیا قهرمان شد، میشه 2 به علاوه 1 یا میشه 3 ستاره. بعد یعنی چی هستن؟ چیکار دارید میکنید با مثل اینه مثلا رئال مادرید بیاد تیم والیبال بزنه 15 تا ستاره بزنه رو بازوش، بزنه رو سینش. خود شما نمیاد مسخرهشون کنید؟ یا مثلا الان استقلال تو کشتی قهرمان شه، این ستاره به کجا اضافه میشه؟ درصد داره، مثلا هر 10 تا کشتی یه فوتبال، یه ستاره تو فوتبال. بعد آقا تیم فوتبال استقلال 2 ستاره، تیم والیبال استقلال برای چی ستاره؟ مگه تازه تشکیل نشده اصلا والیبالتون؟ ستاره از کجا اومده؟ این ستاره‌های سربی که نیست که، اینا باید یه معنی داشته باشه دیگه. الان بیاید برید هتل استقلال هم 2 ستاره کنید. هر استقلالی دیدیم 2 ستاره، نه دیگه. فوتبال 2 ستاره، والیبال بذار شروع کنه خودش ستاره هاشو بگیره، رو ستاره های خودش وایسه.